اون رو حالت سیم کارت انجام بدیم، ببینیم سرعت روی سیم کارت به چه صورته. این هم رو حالت سرعت سیم کارته، یعنی تقریبا یکیه، هم رو وایفا هم رو سیم کارت جفتشون هم یکیه. این هم الان دوباره اومد رو حالت سیم کارت. الان رو سیم کارت هم دوباره من خرید میکنم. دوباره این دستگاه رو هم من وصل میکنم به حالت وایفا که ببینیم سرعت وایفایش به چه صورته. جفت دستگاه الان فعاله. 4 تا 1 رمز رو وارد میکنیم. دکمه شماره 6 بستر ارتباطی، دکمه شماره 2 وایفا، جستجوی وایفا. 1 وایفا رو انتخاب میکنم، تاییدش میکنم. نوع ارتباط رو انتخاب میکنه. من روی این سیم کارت ایرانسل انداخته بودم، روی این سیم کارت همراه اول انداخته بودم که میخواستم رو اپراتور جفتشون هم مشخص کنیم. الان میبینید حالت وایفا اومد، دیگه چیزی به نام سیم کارت نیست و علامت سیم کارت رو نیورده. دقت کنید اینجا میبینید الان MTN ایرانسل، اینجا چیزی به نام وایفا نیورده. الان من روی وایفا ول میزنم، خرید میکنم. زیر 3 ثانیه چه سیم کارت چه وایفا زیر 3 ثانیه داره جواب میده. بعد رمز دستگاهتون هم 4 تا 1 دوباره مجدد تکرار میکنم. 4 تا 1. میتونید شما رمزش رو از طریق این گزینه دکمه شماره 7 تغییر رمز پذیرنده رو انجام بدید. یک گزارش کارتون میخوای بدونی، سرجمتون میخوای بدونی که امروز چقدر فروش کردی، از تاریخ تا تاریخ، از ساعت تا ساعت. ریز کل تراکنشاتون هم به شما میتونه بده. انشالله که مبارکتون بشه، به خیر و خوشی ازش استفاده کنید.